صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ را از موضوع باختر و سوخت گهواره نخست دولت تاجیکان ادامه می‌دهیم. از بس که در آن روزگار مناسبت دولت ما با باختر خیلی خوب بود، در این باره کتیسی نیز خبر داده است. عجب نیست که در ابتدای کار باختریان با کوروش کبیر نجنگیده او را همچون وارث شاه ماد شناخته باشند. با تقویت فکر بالایی می افزاییم که کتیسی از آشوب اربک نام شاه میدیه نیز یاد کرده است که بر ضد پادشاه آشور سردنپل نگرانیده شده بود. برای فرو نشاندن آن آشوب جنگاوران باختری می بایست با مدد پادشاه آشور می رسیدند، ولی اربک از نزدیک آمدن جنگاوران باختری آگاه شده به استقبال سرلشکر باختریان می رود و از آنها مدد و دستگیری می پرسد. آنها به خاطر آزاد شدن از وصایت آشور متحد شده عزم شکست دادن آنها را می نمایند. جنگاوران آشوری که بخبر از این عهد مشغول عیش و نوش بودند، در آغاز کار جنگاوران باختری را چون طرفدار خود پذیرفتند. فرصت نگذشته جنگاوران آشوری مغلوب می‌گردند و اربک و باختری‌های همصف او را ظفر یار می‌شوند. این اخبار را اکثر مورخان عهد قدیم و جدید از روایت بیش نمی‌دانند، ولی هرچی هم نباشد این اخبار از قرابت علاقه‌های اقتصادی و تجارتی، مناسبت‌های نیک همسایگی و گسترش رابطه‌های فرهنگی، علل خصوص پنهان شدن آیین زردشتی در قلمرو همسایه کشورها درک می‌دهد. نگفته نماند که بعضی عنصرهای زبان مادی از لحاظ اصالت تکلم، فونتیکای تاریخی و بعضی خصوصیت‌های گراماتیکی با زبان‌های خوارزمی، سعودی و باختری قرابت داشته است. کوروش کبیر بعد استوار نمودن حدودهای شمال و شرقی دولت خود عزم بابل می‌کند. با قول گیرداد یکی از سرلشکران توانای او گرپک آسیای خرد و کوروش کبیر آسیای پیش را تحت نگین خود آوردند. سال 539 تا میلاد قشون‌های کوروش کبیر عزم بابل نموده این دولت پر اقتدار را خیلی با آسانی شکست می‌دهند. بعد یک محاربه شدید سرلشکر کوروش کبیر گبریه گردونسواران و سپاهیان سرشمار شاه آشور نبانید را در نزدیکی رود دجله شکسته بعد چند روز وارد شهر آوازدار بابل می‌گردد. بعضی مورخان سبب با آسانی شکست یافتن بابل را از سیاست یک طرفه شاه بابل نبانید، افزودن اختلافات داخلی و ناراضگی روحانیان کشور می‌دانند. شاهان بابل و آشور به نمایندگان ملت‌های زیردست ظلم و جفای بی‌عدد نموده، اعتقاد آیینی و نیایشگاه‌هایشان را پایمال و غارت می‌نمودند. برای مثال نمونه را از کتیبه شاه آشور نصیربال می‌آوریم تا سیاست بی‌بقای این دولت ابرقدرت و علت‌های زود شکست خوردن آن عیان گردد. با فرموده آشور و اشتار با لشکریان و عربه‌های جنگی خود به شهر گینای حمله بردم و آن را با یک ضرب شدید تصرف کردم. 600,000 نفر از جنگیان دشمن را بدرنگ سر بریدم. 3,000 اسیر را زنده تومه آتش ساختم و حتی یکی را باقی نگذاشتم تا به گروگانی رود. حاکم شهر را به دست خودم زنده پوست کندم و پوستش را به دیوار شهر آویختم و از آنجا به سوی شهر تیلا روان شدم. مردم این شهر از در عجز و التجا در نیامدند و تسلیم من نشدند. لاجرم به شهرشان یورش بردم و آن را گشوده و 30,000 نفر را از دم تیغ گذراندم. بسیار نفران را در آتش کباب کردم و اسیران بیشمار را دست و انگشت و بینی بریدم و هزاران چشم از کاسه و هزاران زبان از دهان بیرون کشیدم. از جسد کشتگان پشته ها ساختم و سرهای بریده به طاقهای شهر آویختم. اما کوروش کبیر سیاست عاقلانه دولتداری را پیش گرفته اعتقاد و عقاید
ва оинҳои миллатҳои ғайрро эҳтиром мегузошт. ӯ ба ҳар кишваре ки мерафт асоси эътиқодҳои мухталифро ба расмият мешинохт. худро ҷонишини қонунии подшоҳони бумӣ эълон медошт ва аз рӯи расму русуми онҳо подшоҳиро мепазируфт. беҳуда нест ки рӯҳониёни бонуфузи Бобул ӯро аз шаҷараи олитабори бобулёни Мардук муаррифӣ намуда ба тахти шоҳӣ нишастанашро бо хушнудии тамом истиқбол намуда буданд. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих дар мавзӯи бохтару суғд гаҳвораи нахуст давлати тоҷикон идома дорад.